به ببینین کیا اینجان. برای بچه آرتور آرمی چطوری؟ من آرتور گیمرم. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از ماینپر. اگه یادتون باشه داخل قسمت قبلی بهتون گفتیم که قراره یه نفر بیاد واسه ماینپر، 2 نفر قراره بیان واسه ماینپر که نگفتیم کیان. و فکر کنم دانیل گیمینگ ایکس داره چه صوتی میدار. نه خودتی. که دانیل گیمینگ ایکس دیگه لو رفت. بله سلام دانیل گیمینگ ایکس، فقط صداش هم نیست. من قسمت دوم فکر کنم آره دیگه قسمت دوممه یا سومم نمیدونم کدوم قسمتمه ولی دوم. آره قسمت دوممه. ایلیا پلی قسمت نمیدونم الان که رکورد نمیکنه ولی قسمت فکر کنم باید اگه رکورد کنه 4 میشه و دانیال گیمینگ ایکس هم قسمت اولشه و الان ایلیا پلی بیشتر از همه رکورد کرده. البته منم با ایلیا پلی رکورد نکردم ولی من فرمت ویدیوام خراب میشد. منم چتم خرابه نمیتونم با اینو چت بکنم. ایلیا پلی من هرچی میگم و با ایلیا پلی واسه من بگه. خب برو خونه کی؟ برو خونه بساز. آها بذار ازش بپرس میخواد پیش کسی زندگی بکنه؟ نه نمیخواد. چرا نمیخواد؟ باید بره هر کی بیس برای خودش جدا بپره درست کن. من میگم. تو چرا میگی؟ تو خودت مگه نمیگی میخوای واسش اجاره مگه نمیگفتی الان قبل ویدیو؟ گفتی میخوای بیس اجاره بدی. و این همه خونه الکی تو ساختی تو شهرت؟ اینجا نه. برو لاقل من میخوام یه شب به بیس خودم دعوتش کنم. تو این قسمت بابا بذار بری یه دونه خونه بسازیم و خونه‌شو نشون بدی تو ویدیو. برو. از اونجا که من نمیتونم چت بکنم اومدم یه بار از بازی اسممو کلا عوض کردم. وسایلمو گذاشتم چس اومدم بیرون. من نمیدونم چرا گفتم ولی گفتم بدونی. من یه شمشیر بسازم که گیمینگ ایکس هم اینجاست. این غذایی که به دادم استاندارد دارد. بیا دنباله. خیلی جدت. بیا دیگه بیا. میخوام ببرمش جایی که قسمت قبلی من میخواستم بیت سازی بکنم ولی اونجا دیگه نساختم. ببریمش اونجا قشنگ هول بکند. ازش بذار بپرسیم چون نمیدونه. بیا ازش بپرسیم اینجا اگه گفتی کجاست هستی؟ اینکه نمیدونه. چرا قسمت یکو دیده دیگه. چرا نمیاد؟ گفتی اینجا کجاست. میخوایم اینجا بهش بگیم بیس بسازه. بیا دیگه امو بیا چرا داره چت می‌نویسه. بیا ای مرد مومن بیا امو بیا امو بیا امو کشتیش؟ چرا کشتیش؟ اون رفیقم بود. نمرد. تو سگ جونی مرد. اونجا بیس جدیدت بهش دایمند بده به خاطر این حرکتت. بیا اینجا بیس جدیدت است و بس. چرا زدیش؟ تو میخوام دایمند بهش بدم. نزنش بابا. تو دایمندم تو بخوای نگرایت هم بهش بدی نباید بزنش. یه دونه دادی. بیا بخواب ای فرزندم. چیکار میکنی؟ اینجا بیس جدیدت است. چه جوری بهت بفهمانم؟ اینجا بیس جدیدت هست. امو اینجا بیس جدیدت تو میخوام با احترام بکنم. کامینگ نه چیزی بگو. یه چیز بگو. تو واسهش پشم اگه داری واسهش بنداز. تو برش انداختم. بیا پش پشتت امو پشتت. پشما مال من بود همش.
سکاش خودمون واسش تخت می‌ساختیم. بتونم بیان 3-4 تا امرالد بدم. بگی به 4 تا لیدم بگی. رنگ بهت دادم مرد مومن. همه چی که بهش دادی تا خیلی خودش داده. گل بهت میدم. من به 6 تا گل دادم. من گل بهش میدم. دارن میکشنش. نکشش این دانیال گیمینگسو. نکشینش. بی پناه فعلا. پناهش من و ایلیا پلیگیم. بشه جون آهن دیدم که سپرم جور کنه. یکی تورش به من بده. بگی بخواب بش منی بسش فش ننداختی. خب بگو تخت درست کن بخواب. رفتم بیس خودم. برم بیس خودم. اما واسه چس گذاشته. من یه نه از اینا تو ویلیجی که ایلیا پلی توش نه ویلیج ایلیا پلی که نه اون ویلیجی که همون قسمت اول رفتیم توش این از این بورینگ استندا پیدا کردم. میخوام یکشم ببرم برای دانیال گیمینگ ایکس راضی باشد دیگر. به جان بچم اگه این یکی از اینا رو واسه من انجام میداد بعد داره واسه این گیمینگ ایکس انجام میده. که برای دسته آوردن. من واسه گذاشتم. ای بابا ای بابا دیستاییم واسه شد. کی برش آیران گذاشت؟ من مگه چند نفر الان تو این من بیا بورینگ استندم هم واسه تو 2 تا من بورینگ استند دارم. من برم دایموند بیارم تو زنی تو گیمر رو بزنم. نه برم مثلا باش چست پلیت دایموندی بیارم. تو داری یه زیاده روی میکنی. آقا جدی تو الان اگه راست میگی زورت میاد من یه دونه از اینا رو با یه دایمندم بفروشی. چس پلیت من میگی 2 دایمند تازه. بفرما این وضعیت مملکت کثیف ما. یعنی وضعیت کثیف مملکت ما. مثلا شهر من مال تو. آفرین اینو بده من راحت شم. رئیس شهر این با من گیمینگ ایکس میگم. سرش فردا میزنم به نامش. ایول فردا دانیال گیمینگ ایکس با من رفیقه فکر کنم. دانیال گیمینگ ایکس اگه ویدیو رو میبینی تو کامنت ها بنویس شهر تو رفاقتی بریم اگه اینجا رو اوکی. انا بعد یه جون تیکامونم تو مغزت. من یارو ما رو میفهم. ببین مثلا کل این چیزی میخوام بدم بهش. وایسا خرابش کنم بیارم. من نیم تگ. من کلی کورس اصلا جنگل سپرینگ دیسک خودشه دیسک. البته یه چیزی من دانیال گیمینگ ایکس مخ جایش و سوشی میدم یه جنگل سپرینگی هم به ما بفروشه. من این وسط تنها نشستم به در نگاه میکنم و لطفا بذار ادیتور که خودم خودشه. یه سورسپیت 3 براش بیارم. 5 تا صدف هم براش بردم. دانیال گیمینگ بگیریم 5 تا صدف هم هر میشه 5 تا میشه متاسفم ببخشید کشتی که باز کرد. حالا اونجا رو دور وقتی بیا تو مپ میبینیم اونجا بیسش باغ شده. اسمون دیگه زیاده رو که خیلی دیگه زیاد شد. یعنی زیادی از این گیاه هم بنده خدا دیگه خونه‌ش رو کجا بسازه. کجا رفت اصلا؟ این گم و گور میشه نه تا مپ نرسه. اونقدر گم و گور میشه من میمونه. ولی چه باقا خوشگلی شد. خوش چیز پلیت تو برشو بردن. یا چیز پلیت بیا چیز پلیت بیا چیز پلیت. خب ارتون دمتون گرم که این ویدیو رو دیدی. خب ارتون دمتون گرم که این ویدیو رو تا آخرش تماشا کردین. لایک و کامنت و همچنین سابسکرایب کانال یوتیوب من فراموشتون نشه. و همین تا ویدیوی بعدی فعلا میس پیس